به سوئدبانک خوش آمدین. در این فیلم ما به شما چگونگی پرداخت از طریق اینترنت را به وسیله دوزا نشان می‌دهیم. در گوشه دست راست صفحه کامپیوتر دکمه لوگین را مشاهده فرمایید. تاریخ تولد خود به اضافه 4 شماره بعد از آن را وارد فرمایید. در زیر کلمه لوگین مد می توانید یکی از عنوان‌های مذکور شده را در زیر آن مثل سکرهد دوسا، بانک ایدی پوکورت، بانک ایدی ایموبیل، پرسونلیگا کد را انتخاب نمایید. در اینجا ما سکرهد دوزا را انتخاب می نماییم. اگر شما دوزای شرکتی دارید، لوگین مد فورتاکس کوپلاد دوزا را انتخاب فرمایید. برای ادامه کلمه فرشت را انتخاب کنید. در دوزا کد شخصی خود را وارد نمایید. کلمه اپلی نشان داده می شود. عدد شماره 1 را فشار دهید. یک کد نشان داده می شود. کد مذکور در قسمت کد یک بار مصرف وارد کنید. برای ادامه کلمه فرشت را انتخاب نمایید. اگر دوزای قدیمی دارید باید شماره کنترل که همیشه با عدد 9 شروع می شود را بنویسید. در این صورت عدد 2 را برای نوشتن کد کنترلی فشار دهید. شماره جدید را در سپارس کد بنویسید. برای ادامه کلمه فرشت را انتخاب کنید. در قسمت بالا در زیر کلمه بتالا خط تیره اوورفورا، کلمه بانک ژیرو خط تیره پلاشیرو بتالنینگ نشان داده می شود. حساب بانکی را که از آن می خواهید پرداخت کنید انتخاب نمایید. سپس دریافت کننده را انتخاب نمایید. اگر دریافت کننده در لیست نمی باشد، دریافت کننده جدید را در لوگ تیل نیو متاگره اضافه کنید. در اینجا حسابی که می خواهید از آن بپردازید انتخاب نمایید. سپس شماره بانک ژیرو یا پلاشیرو را که در نامه پرداختی شما به نام شرکت دریافت کننده می باشد انتخاب نمایید. بعد مبلغ پرداختی را بنویسید. اکنون تاریخ پرداخت را وارد نمایید. در غیر این صورت فاکتور در تاریخ روز حال پرداخت خواهد شد. در صورت داشتن شماره OCR که معمولاً در انتهای قسمت چپ ورقه پرداختی مابین علامت 2 چهارخانه می باشد وارد کنید. در صورت نداشتن OCR می توانید کلمه میدهنده را انتخاب و پیام خود را در آنجا بنویسید. نوشتن پیام جهت کنترل پرداختی خود لازم می باشد. اگر پرداختی های دیگری دارید مانند پرداختی اول آن را وارد کنید. بعد از تمامی پرداختی ها بر روی دکمه گوتشن فشار دهید. دوزای خود را مجددا روشن نمایید و کد شخصی خود را بنویسید. کلمه اپلی نشان داده خواهد شد. شماره 2 را برای دوسا فشار دهید. عددهای نشان داده شده در صفحه کامپیوتر را در زیر کنترل نمبر در دوسای خود وارد کنید. عددهای داده شده در دوسا را در قسمت سپارس کد بنویسید. دکمه گوتشن را فشار دهید. فاکتور شما پرداخت شده و شما می توانید مبلغ باقی مانده